درود بر شما. البته این صحنه که پشت من میبینید اشتباه نکنید، نه پاکستان هم نه ارمنستان، اینجا بوئنوس آیرس آرژانتینه. دیروز یه نوآوری کردم، یه ابتکاری از خودم به خرج دادم. گفتم برم گوگل، از روی ارق ملی و تعصب به ایران رفتم گوگل رو برداشتم، گوگل مپ رو زدم تهران، دیدم هیچی نیست، خبری نیست. بعد زدم ایران، بعد یه دفعه دیدم به همین بغل خونم یه دونه میدونی هست به نام میدان ایران و عکس‌ها رو نگاه کردم دیدم یه سری مجسمه‌های دوران هخامنشی، شیر و یه سری ستون‌های هخامنشی هست دیگه. اون دیگه چی میگن، تعصب ملی یه دفعه زد بالا. گفتم برام یه سر نگاه بکنم دیگه. الانم چیز می‌کنیم با هم دیگه، میریم یه سر اونجا ببینیم چه خبره دیگه. چاکرم. میخوام از یه جای خیلی جالب تو بوئنوس آیرس بگم به اسم پلازا دی ایران. اگه تو محله پالرمو که یکی از بهترین و زیباترین منطقه‌های بوئنوس آیرس هست قدم بزنین، یهو وسط میدون یه ستون گنده میبینین، عین ستون‌های قدیمی تخت جمشید ایران. ولی این فقط یه دکور نیست. سال 1965 شاهنشاه عزیزمون با شعبان فرح اومدن آرژانتین به عنوان نشون دوستی بین دو کشور. شاه یه کپی از ستون‌های تخت جمشید رو با آرژانتین هدیه داد. حالا به حالیش اینجاست، همون موقع نساختنش. قطعه‌اش توی چند تا کانتینر بزرگ سال 1978 رسیدن اینجا و بالاخره تو سال 1979 ستون رو کامل کردن و گذاشتن وسط میدون. جالبه که سیماناش و خاکاشو از خاک همون اطراف تخت جمشید استفاده کردن. بالای ستون هم 2 تا کله گاو گنده است، هر کدوم به یه سمت. تو معماری ایران باستان این یعنی قدرت و استقامت، به عبارتی نماد قدرت بی‌پایانه. حالا چند متر اونورتر تو همین میدون یه اثر دیگه است، یه شیر پارسی که با کاشی‌های بابلی ساخته شده، کار یه هنرمند ایتالیایی آرژانتینی به اسم بلاس سالوادور گوریری. قشنگ ترکیب هنر و تاریخ ایران با بوئنوس آیرس رو اینجا میتونیم ببینیم. اگه یه روز اومدین اینجا حتما یه سر به اینجا بزنین و بدونین وسط یه تیکه از تاریخ ایران وایسادین، درست تو قلب آرژانتین.